سلام و وقتتان بخیر. ایالات متحده آمریکا 40 طیاره‌های جنگی با افغانستان کمک می‌کند. منابع گفتند که این تعهد به هیئتی که از دولت افغانستان به ایالات متحده رفته بودند داده شده است. وزیر داخلی پاکستان شیخ رشید گفته است که اجساد کشته شده و زخمی شده جنگجویان طالبان در افغانستان به پاکستان منتقل می‌شوند. وی افزوده است که خانواده‌های طالبان در اسلام آباد و سایر مناطق دیگر کشور زندگی می‌کنند. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی گفته است که صلح آرزوی همه افغان هاست. و در یک کنفرانس خبری گفته است که اگر جنگ علیه مردم افغانستان ادامه یابد، دولت چاره جز دفاع از مردم نخواهد داشت. گشت و گذار موتورسیکل در کابل ممنوع شد. وزارت امور داخله گفته است که به دلیل اوضاع حساس امنیتی در مرکز کابل و تمام ولسوالی‌ها این گام را برداشتند. و وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 1407 مورد مثبت کرونا در کشور ثبت شده است. به گفته این وزارت در همین مدت 64 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.